به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه قانون شروع میکنیم. مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی که ویژه بزرگداشت هفته قوه قضاییه تیر ماه 1386 هستش که توسط مرکز مطبوعات و انتشارات حوزه ریاست قوه قضاییه نشر پیدا کرده در سال 1386 زیر نظر مهدی ذاکری. ابتدا مقدمه رو برای شما میخونم، بعد بخش اول شامل کلیات هستش، بخش دوم قضایی و بخش سوم شهری که من فکر میکنم از حقوق قضایی برای شما شروع کنم به خواندن. مقدمه: حقوق شهروندی اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ادبیات حقوقی و سیاسی کشورمان رواج یافته و در محافل دانشگاهی و میان صاحبان فکر، قلم و اندیشه رونق پیدا کرده است. هرچند این اصطلاح آنگونه که در لسان رایج اجتماعی و حتی فرهیختگان ما جریان دارد، چندان تطابق مفهومی با حقوق شهروندی در نظام‌های حقوقی غربی ندارد. حوزه بحث حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و امریکایی زیر مجموعه شاخه علوم سیاسی قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور بوده و جلوه‌های گوناگونی از این حق را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر در این مفهوم حقوق شهروندی مقید به مرزهای یک کشور است و نسبت نزدیکی با مقوله تابعیت دارد، حالانکه در کشور ما این اصطلاح در معنای عامتری به کار می‌رود. دلیل این امر را شاید بتوان در تلقی آموزه‌های دینی از حقوق فطری انسان‌ها و به ویژه تأکیدات دین مبین اسلام بر کرامت انسانی و دامنه وسیع حقوق اشخاص در این اندیشه جستجو کرد، چنانکه در آثار و آراء برخی از متفکران و عالمان اسلامی همچون فارابی از حقوق انسان در عرصه اجتماع با عنوان حقوق مدنی یاد می شود و مقصود حقوق انسانها و شهروندان در بستر ظهور شهرها و تمدن‌های جدید است. یکی از حوزه‌های مهمی که بر رعایت حقوق شهروندی در آن حوزه تأکیدات متعددی در متون دینی و فقهی دیده می‌شود، فرایند دادرسی کیفری به معنای عام از مرحله کشف جرم تا اجرای کامل حکم میباشد. این مهم در اسناد بین‌المللی و قوانین دادرسی بسیاری از کشورها مورد توجه و تأکید ویژه‌ای قرار گرفته است، زیرا اساساً تعقیب، سلب آزادی، محاکمه و مجازات مهیاترین بستر برای نقض حقوق انسانها به دست مأموران و به دستور حاکمان است و به منظور رعایت کرامت انسانها و حفظ حقوق آنها در این حوزه باید نظارت و دقت ویژه‌ای را به کار بست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بالاترین منبع قانونی در اصول متعددی به این حقوق اشاره نموده است. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به تفصیل از این حقوق یاد شده است. در سال 1383 نیز بخشنامه مهم رئیس محترم قوه قضاییه در 14 بند که بلافاصله لباس قانون به تن کرد، ناظر به رعایت حقوق افراد در مراحل دادرسی به ویژه مرحله بازجویی و تحقیقات مقدماتی بود. علی‌رغم وجود مقررات صریح و شفاف به منظور رعایت حقوق شهروندان در امر دادرسی و قضا و جدیت دستگاه قضایی، چنانکه یکی از شاخصه‌های اصلی برنامه 5 ساله دوم توسعه قضایی را توجه به رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی تشکیل می‌دهد. متاسفانه حاصل این تلاش‌ها و پیشرفت‌های قابل ملاحظه در عرصه حفظ کرامت انسانی
به نحو مطلوبی در داخل و خارج منعکس نشده و به جهت ضعف در اطلاع رسانی برخی ابهامات باقی مانده است و فرهیختگان به نحوی شفاف با این راهبرد و حاصل آن آشنایی ندارند. در این راستا اداره کل اجتماعی، فرهنگی و حفظ حقوق شهروندی برآن شد تا با همکاری ستاد حقوق بشر، معاونت حقوقی و توسعه قضایی و معاونت امور اجتماعی شهرداری تهران اقدام به فعالسازی محافل دانشگاهی و پژوهشگران علاقه‌مند به تبیین مبانی حقوق شهروندی در اسلام و انطباق مصادیق حقوق شهروندی انسانها در امر دادرسی و قضا در حقوق مدرن با موازین اسلامی نماید تا راهگشای برخی از شهادت و چالش‌های داخل حوزه حقوق شهروندی گردد. از سوی دیگر با فرهنگسازی از طریق اطلاع رسانی فراگیر و مناسب، جامعه داخلی و بین‌المللی را از تحولات و اقدامات پیشروانه دستگاه قضایی مطلع سازد. به همین جهت فراخوان مقالات حقوق شهروندی با ارائه 10 محور پژوهشی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و دانشگاه‌های کشور صورت گرفت که در مهلت تعیین شده 122 خلاصه و اصل مقاله به دبیرخانه حقوق شهروندی در اداره کل اجتماعی، فرهنگی و حفظ حقوق شهروندی ارسال شد. بر این اساس 44 مقاله برای مرحله دوم داوری انتخاب شد. مجموعه حاضر با الهام از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به بررسی حقوق شهروندی در دستگاه قضایی اختصاص دارد. در پایان لازم است مراتب تقدیر و سپاس خود و همکاران همایش را به محضر دانشمند ارجمند، رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه که اندیشه برگزاری این همایش از آن ایشان بوده و تدوین این اثر با ارشادات و راهنمایی‌های ایشان صورت پذیرفته و در همه مراحل یاریگرمان بودند، سپاس خود را اعلام نمایم. مهدی ذاکری، مدیر کل اجتماعی، فرهنگی و حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه. بخش اول شامل کلیات هستش که چکیده ای رو از این بخش اومده بیان کرده. من این چکیده رو برای شما میخونم و سپس میرم به فصل دوم که در مورد مسائل قضایی صحبت کرده. ممکنه این کتاب کمی ثقیل و سنگین باشه ولی کتاب خوبی هستش. میشه در 2 یا 3 بار گوش دادن به یه سری اصطلاحات رایج و لازم حقوق شهروندی دست پیدا کرد. چکیده: جهتگیری‌های اخیر نسبت به مفهوم شهروندی حاکی از ایجاد تغییراتی در این مفهوم است، به گونه‌ای که به جای توجه کلاسیک به 2 مقوله حقوق و یا تعهدات شهروندی بیشتر بر ابعاد و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی مفهوم تاکید شده است. در این مقاله ضمن مرور سنت‌های لیبرال و جمهوری شهروندی که به دست متفکرانی همچون مارشال و دورکیم توسعه یافتند، به بیان رهیافت‌های جدیدتر در نگرش به شهروندی می‌پردازیم. در این راستا شهروندی اجتماعی و نقد شهروندی وظیفه‌شناس از جانب هیتر و شهروندی فرهنگی و نقد شهروندی صاحب حق از جانب ترنر و ریدن مورد توجه قرار می‌گیرند. در نهایت الگوهای اصلی شهروندی طبق مدل کاستلز ارائه می‌شوند. روش تحقیق اسنادی و کتابخانه‌ای است. نتایج بررسی انجام گرفته نشان می‌دهد که نیاز به یک نگرش جامع و بروز نسبت به مقوله حقوق و تعهدات شهروندی و تقویت هویت فرهنگی لازم است تا با در نظر گرفتن مقتضیات جهان معاصر تعریفی کارآمد از مفهوم شهروندی ارائه شود. واژگان کلیدی: شهروندی لیبرال، شهروندی جمهوری، شهروندی لیبرالیسم جمهوری، شهروندی اجتماعی، شهروندی فرهنگی و الگوهای اصلی شهروندی. فصل دوم حقوق قضایی هستش که ابتدا حق برخورداری از حاکمیت قانون رو توضیح داده. مسئله تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی
جلوگیری از استبداد قضات و احترام به شخصیت انسانی مستلزم حاکمیت قانون و رعایت آن است. هیچ کس را نمیتوان مجرم شناخت مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل 36 قانون اساسی. فلسفه اصلی وضع قوانین آشنایی شهروندان با حقوق و تکالیف خود و بایدها و نبایدهای جامعه و از سوی دیگر جلوگیری از خودسری‌ها و خودرأی‌های قضات و صاحبان قدرت بوده است. لازمه دستیابی به این هدف حرکت در چارچوب قانون می باشد. به همین جهت موضوع در رابطه با حقوق شاکی و متهم مورد بررسی قرار می گیرد. حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها. کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها به موجب اصل 36 قانون اساسی ماده 2 قانون مجازات اسلامی و بند 1 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده. بر طبق این موازین احدی را نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد مگر اینکه قانونگذار عمل او را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین شده باشد. در حالی که دانشمندان و فلاسفه در قرن 18 به ضرورت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها توجه نمودند، دین مبین اسلام در 1400 سال قبل به این اصل مهم اشاره و بر آن تأکید ورزیده است. به عبارت دیگر قاضی و حاکم شرع اسلام نمی‌تواند مرتکب عملی را که قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نشده به کیفر و عقاب برساند. همچنین قاضی و حاکم شرع اسلام مجاز نیست مجازاتی جز آنچه در قانون تعیین کرده درباره مجرم اعمال کند. شایسته است حتی به طور مختصر منابع این اصل در شرع مقدس اسلامی مرور گردد. قرآن مجید آیه 45 سوره مائده که میگه یعنی کسی که حکم نکند به آنچه که خدا نازل فرموده است از گروه ستمکاران است. یا آیه 8 سوره طلاق که میگه خداوند هیچ کسی را جز آنچه که توانایی داده تکلیف نمی کند. خدا به زودی بر از هر سختی آسانی قرار می دهد. یا آیه 15 سوره اسراء که میگه یعنی هیچ کس را پیش از برانگیختن پیامبر و آوردن قانون به وسیله او کیفر نمی کنیم. پس هرگاه پیامبر برانگیخته شد و قوانینی را از جانب خدا به مردم ابلاغ کرد و فعل یا ترک فعلی را جرم شمرد، در این صورت حجت بر مردم تمام می شود و خداوند به استناد آن مردم را بازخواست می کند و در صورت تمرد و ارتکاب جرم به کیفر می رساند. قاعده منع عقاب بلابیان یا قبح عقاب بلابیان منظور اصلی شرعی آن است که تا زمانی که عقاب و مجازاتی از طرف شارع برای عملی مقرر نشده باشد هیچ کس را نمیتوان مجازات کرد. اصل اباحه یا آباحه که بنابر آن همه چیز و همه امور پیش از آنکه قانونی درباره آنها وضع شود و حکم آن را از وجوب و حرمت مشخص کند مباح است. بنابراین تا وقتی که قانون عملی را جرم نشناخته و حکم حرمت برای آن پیش بینی نکرده و مجازاتی را مشخص ننموده آن عمل جایز و مباح است. پس تا زمانی که در جامعه موضوعی از نظر قانونی مشخص نشده باشد بنابر اصل قانونی بودن جرم مجازات نباید مرتکب آن را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار داد، چرا که تصریح شارع در مورد کیفر جرم ضروری است. اما حق فرض بیگناهی، اصل براءت. در حقوق اسلامی اصل براءت نیز مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر مبنای قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان و اصول ذکر شده پذیرفته شده است. به همین جهت اکنون برخی مقررات بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. خب اینجا یه سری بند و قانون آورده که متاسفانه بندها خیلی ثقیل کلماتش
و قطعاً خارج از حوصله شنیدن حتی خواهد بود. میریم به حق دادخواهی. اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ راده و مانعی به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. به موجب اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد تشخیص داده شده. دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. در اصل 167 نیز مقرر شده قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت، نقض، اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. خب میریم برای بعدی که گفته حق متناسب بودن احکام و قرارها. در این قسمت به بررسی حق تناسب قرارها با وضعیت متهم و نوع اتهام از سوی و از سوی دیگر به بررسی حق تناسب احکام با نوع جرم و وضعیت مرتکب میپردازیم. در فرایند دادرسی صدور قرارهای گوناگون از سوی مقامات قضایی دادسرا و دادگاه باید با نوع اتهام و وضعیت متهم تناسب داشته باشد. این موضوع به ویژه در خصوص قرارهای تامین اهمیت ویژه‌ای می‌یابد تا مقامات یاد شده با دقت نظر خاصی نسبت به موقعیت متهم و نوع اتهام وی در مورد نوع قرار تأمینی برای وی اظهار نظر نمایند. خب حق متناسب بودن احکام با نوع جرم و وضعیت مرتکب. این حق هر مجرمی است که حکم صادره و مجازات تعیین شده برای وی با نوع جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. بنابراین اگرچه از نظر قانون موجه به نظر برسد، اما هیچ متهمی را نمیتوان به مجازاتی محکوم کرد که با نوع و کیفیت جرم ارتکابی از سوی وی تناسب ندارد. اضافه بر آن استفاده از کیفیات مخففه و لحاظ شخصیت مرتکب نیز از دیگر حقوق متهم است. فرد مرتکب در صورت اجتماع شرایطی حق دارد از تخفیف مجازات برخوردار باشد. قانونگذار اولاً در مورد تخفیف مجازات حداقل و حداکثری پیش بینی نموده و قاضی میتواند تا حداقل مجازات را تخفیف دهد. هرچند اعمال این کیفیت مخففه بستگی به تشخیص قاضی دارد، ولی این بدان معنی نیست که قاضی جهت اجرای آن از اختیار تام برخوردار باشد، چرا که در اینجا نیز قانون است که حدود اعمال این کیفیات را مشخص می‌سازد. اما حق مستدل و مستند بودن کلیه تصمیمات و اقدامات. میگه هیچ مقامی نمیتونه بدون دلیل حقوق و آزادی‌های افراد را در فرایند دادرسی محدود نماید. علاوه بر این هر گونه تصمیم و اقدام مقامات و ضابطان قضایی در مراحل مختلف دادرسی، اهم از تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور و اجرای حکم باید مستند، مستدل و قانونی باشد. در این خصوص اصول 32, 166 و 167 قانون اساسی صراحت دارد. اصل 32 مقرر می‌دارد هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. به صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اما بریم برای قانون بعدی که قانون حق برخورداری از رسیدگی بی‌طرفانه و تساوی در برابر دادگاه است.
در دین اسلام بر اصل مساوات و برپایی قسط و عدالت در جامعه تأکیدات فراوانی وجود دارد که با توجه به اطلاق آنها فرایند دادرسی را نیز در بر می‌گیرد. و از سوی دیگر ذکر شرط عدالت برای قاضی در فقه امامیه خود گواه محکمی است که بی‌طرفی قاضی و رعایت عدالت و انصاف در رسیدگی‌ها مورد توجه است. همچنین بسیاری از نکات ظریف و دقیقی که در فقه تحت عنوان آداب القضا، یعنی اموری که فعل یا ترکشان برای قاضی واجب، مستحب، مکروه و یا حرام است آمده. بر بی‌طرفی و رعایت عدل و مساوات میان طرفین دعوی تاکید دارد، چنانکه محقق هلی یا حلی در شرایع الاسلام تساوی میان طرفین دعوا در سلام گفتن، نشستن، نگاه کردن، صحبت نمودن، سکوت کردن و عدالت در حکم را از وظایف قاضی برشمرده است. لازم یادآوری است که حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی نیز تعبیر دیگری از این حق است و در واقع در صورتی که تساوی افراد نزد قانون و دادگاه عملی شود، به معنای این خواهد بود که افراد در تمامی شؤون دادرسی از اصل برابری و منع تبعیض و داشتن امکانات مساوی برخوردارند. خب در این وسط منصفانه بودن محاکمه و بی‌طرفی هم براش چند اصل بیان شده که من دیگه اونو توضیح نمیدم. حق برخورداری از هیئت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی هم لحاظ شده. حق برخورداری از تعدد قاضی هم میشه استفاده کرد در قوانین دادرسی. حق برخورداری از دادگاه علنی میتونی داشته باشیم. حق رسیدگی از سوی قضات و دادرسان مستقل رو میشه داشت و حق رسیدگی بدون تأخیر غیر موجه، حق مداخله مراجع صالح، حق جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال و حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف. این نوع حق رو ما میتونیم از حقوق شهروندی در حکم‌های قضایی ببینیم که هر کدوم از این حقوق با قوانین و تفسیرهای مختلفی که در اصل قانون اساسی هستش آورده شده که فکر میکنم از حوصله جمع خارج باشه. اما مفهوم حقوق شهروندی و رابطه آن با حقوق بشر. برای فهم قانون لازم است واژه‌ها، اصطلاحات و مفاهیم و انتظارات مورد اراده قانونگذار استنباط گردد. در قانون 1383 مشخصاً قانونگذار در صدد پاسداشت حقوق شهروندی بوده است. بنابراین شناخت مفهوم شهروند و دامنه شمول آن که در حقیقت قلمرو و دامنه این قانون را مشخص می‌نماید ضروری است. به طور کلی الفاظ تابعه معانی عرفی هستند. از این منظر شاید در بد و عام از عبارت حقوق شهروندی پاره‌ای حقوق مربوط به ساکنان یک شهر به ذهن متبادر گردد، ولی باید توجه نمود که اساساً اصطلاح شهروند در ادبیات حقوقی فارسی چندان ریشه‌دار نیست. کلمه شهروند در فرهنگنامه‌های عمومی نظیر معین یا عمید و نیز در ترمینولوژی حقوق دکتر محمد جعفری لنگرودی تعریف نگردیده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در هیچ کجا کلمه شهروند را به کار نبرده است. هنگام ورود این واژگان به ادبیات حقوقی ایران جا داشت برای تسهیل در استنباط صحیح از قانونگذار خود ابتداءً به تعریف شهروند می‌پرداخت تا تفاوت آن با سایر اصطلاحات مشخص گردد. فارغ از پیشینی تاریخی آن در یونان باستان، شاید بتوان ظرفیت این واژگان در عصر جدید را در تحولات ناشی از انقلاب فرانسه و اعلامیه حقوق بشر و شهروند در سال 1789 مرتبط نمود. تأکید بر وجود مجموع حقوقی برای اشخاص در برابر دولت در قبال انتظار پیروی از قانون توسط رعیت فصل جدیدی در اندیشه بشری ایجاد نمود که امواج آن سایر کشورها را نیز بهره‌مند ساخت. از ملاحظات تعاریف گوناگون در خصوص شهروند دو معنای کلی استنباط می شود.
نخست شهروند به معنای بشر و نوع انسان که مصادیق آن شامل تمامی انسان ها می باشد، از هر جنس و نژاد و رنگ و کشور و دین و مذهب. دیگر شهروند به معنای انسان های ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت و کشور و تحت قدرت آن دولت و کشور هستند. با توجه به آنچه بیان گردید، تعیین مرزهای مفهومی بین حقوق شهروندی و حقوق بشر حائز اهمیت می باشد. رابطه این دو به 4 صورت زیر قابل تصور است. 1. حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی. 2. حقوق بشر مساوی حقوق شهروندی. 3. حقوق شهروندی اعم از حقوق بشر. 4. حقوق بشر جدا از حقوق شهروندی تباین. برخی با تقسیم حقوق شهروندی به مضیق و موسع قائل گردیدند که رابطه حقوق بشر رابطه حقوق شهروندی به معنای مضیق یا حقوق بشر تباین و در معنای موسع تساوی است. زیرا در حالت اول حقوق شهروندی محدود به قلمرو سرزمین است و جنبه جهان شمول ندارد و در حالت دوم نگاهی مشابه نگاه حقوق بشر مبتنی بر حقوق انسانی دارد. ولی از دیدگاه دیگر به نظر می رسد این دو اگرچه از لحاظ مفهومی با یکدیگر متفاوت هستند ولی همپوشانی ندارند. حقوق بشر حقوق جهان شمول، بنیادین و مطلق است. یعنی همه انسان‌ها از آن برخوردارند و در عین حال غیر قابل سلب و غیر مشروط است. در حالی که حقوق شهروندی مستلزم رابطه فرد با جامعه سیاسی و دولت است. در چارچوب دولت محقق می‌گردد. بخش عمده حقوق شهروندی همان حقوق بشر است که ظرف اجرایی معینی پیدا کرده است. در این دیدگاه تکالیف متقابلی نظیر پرداخت مالیات توسط شهروند موضوعیت دارد. پس حقوق بشر بیشتر به حقوق توجه دارد، در صورتی که حقوق شهروندی به تکالیف و مسئولیت‌ها نیز توجه دارد. بنابراین اولاً حقوق شهروندی مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در کنار آن تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را مورد توجه قرار می‌دهد و برخورداری از دادرسی عادلانه و یا حقوق متهمین بخش کوچکی از این حقوق را تشکیل می‌دهند. ثانیاً به لحاظ آنکه در حقوق شهروندی تکالیف و وظایف شهروندان مورد توجه است، از این نکته مهم در یافتن روش‌های راهبردی برای تدبیر در خصوص سیاست جنایی میتوان بهره برد. در برخی از کشورها نظیر انگلستان انجام وظایف اعضای هیئت منصفه پس از انتخاب وظیفه شهروندی محسوب می شود. همچنین به لحاظ اهمیت مشارکت شهروندان با دولت در امر مقابله با جرم، اعلام جرایم در برخی از موارد توسط قانونگذار فرانسه وظیفه شهروندی محسوب گردیده و امتناع از انجام آن تحت عنوان جرایم علیه عدالت قضایی جرم تلقی گردیده است. اما اینجا مدل سیاست جنایی رو توضیح داده که شامل مدل‌های دولتی سیاست جنایی و مدل‌های جامعوی سیاست جنایی هستش که من دیگه اینا رو برای شما توضیح نمیدم، فقط تیتروار میخونم. بعد مخاطبان قانون رو توضیح میده و نورماتیویته یا قاعده‌مندی و نورمالیته یا بهنجاری در حقوق شهروندی رو توضیح میده که منظور از نورماتیویته هنجارهای اجتماعی هستش که جنبه حقوقی پیدا کرده و به معنی باید بودن و آنچه باید باشد است و مفهوم آن هنجارهای لازم الاتباع است که جنبه آرمانی دارد. منظور از نورمالیته هنجارهای اجتماعی و وضعیت موجود است که در آن وضعیت قالب رفتاری مد نظر است، یعنی آنچه هست این هنجارها فاقد ضمانت اجرایی حقوقی است و صرفاً با پاسخهای جامعه مدنی و مردم روبرو می شود. سپس آزادی‌های مشروع و سیاست انقباضی جرم و انحراف رو توضیح داده و سیاست جنایی و هدفگذاری قانونی بعدش، محورهای سیاست جنایی و سپس توضیح کلی در مورد اصل‌های قانون اساسی رو
توضیح داده که من چند اصل کوتاه رو برای شما میخونم. اما اصل قانونی بودن جرم و منبع بازداشت خودسرانه. بر اساس اصل 36 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بر اساس اصل 32 هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. اما اصل قانونی و شخصی بودن مجازات بر اساس اصل 36 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشه که اومده در اصل 166 گفته احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشه که بر اساس آن حکم صادر میشه. رعایت کرامت انسانی متهم که بر اساس اصل 39 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. بر اساس بند 4 قانون مورد بحث قرار میگیره با دادخواهان و اشخاص در مزان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. بعد اومده منع شکنجه بر اساس اصل 38 توضیح داده، گفته هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چون این شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. بعد حق داشتن وکیل هستش که امروز حق داشتن وکیل به عنوان یکی از موارد حقوق بشری طبق اصل 35 در ایران در قانون اساسی که میگه در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. رعایت حریم خصوصی متهم هستش که طبق بند 8 و 11 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته. بعد مسئولیت اموال شخصی که بر اساس اصل 22 و 14 هستش، میگه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول است مگر در مواردی که قانون تجویز میکند. در نتیجه بر اساس آنچه بیان گردید میتوان چنین نتیجه گرفت که 1. حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی و قانون اساسی ایران تبیین نگردیده، بنابراین لازم است ابتداءً به تعریف آن توجه نمود و یا قانونگذار در متون قانونی تعریف مشخصی از آن را ارائه نماید. 2. حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای مبانی و فصل مشترک وسیعی هستند که در حقوق شهروندی در ظرف حکومت و قلمرو دولت خاصی تحقق یافته و متقابلاً تکالیف و وظایف شهروندان در قبال دولت را شامل می‌گردد. 3. استفاده از نهادها و یا توانایی‌های اجتماعی که بخش مهمی از سیاست جنایی را تحت عنوان سیاست جنایی جامعوی تشکیل می‌دهند از ابزارهای مهم دستیابی به اهداف سیاست جنایی است که در قانون 1383 مخفول مانده است. و 4. حقوق شهروندی دارای ابعاد مختلفی است که در قانون 1383 صرفاً یکی از موارد آن مورد توجه قرار گرفته است و لازم است در روند تکاملی قانون ابعاد دیگر آن تحت این عنوان کلی بگنجد. و دیگه به من زمان اجازه نمیده که از این تبصره ها و قانون ها برای شما بخونم که نیاز هستش همه یک دور هم شده این قوانین رو بخونیم. امیدوارم در جامعه‌ای که پر از صلح و قوانین احترام به حقوق شهروندی هستش زندگی کنیم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.